مرگ رنگی کنار شب بی حرف مرده است. مرغی سیاه آمده از راه‌های دور، می‌خواند از بلندی بام شب شکست. سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بیباک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. مرغ سیاه آمده از راه‌های دور، بنشسته روی بام بلند شب شکست. چون سنگ بی تکان لغزانده چشم را بر شکل‌های در هم پندارش. خوابی شگفت می دهد آزارش، گلهای رنگ سرزده از خاک‌های شب. در جاده‌های عطر پای نسیم مانده ز رفتار. هر دم پی فریبی این مرغ غم پرست، نقشی کشد به یاری منقار. بندی گسسته است، خوابی شکسته است، رویای سرزمین افسانه شکفتن گلهای رنگ را از یاد برده است. بی حرف باید از خم این ره عبور کرد، رنگی کنار این شب بی مرز مرده است. مرگ رنگ یکی از تاریک ترین و فلسفی ترین شعرهای سهرابه که نگاهش به جهان تاریک، ناامیدانه است. دنیا ثابت نیست، دنیا به کیفیت دیدن ما بستگی داره. اینی که جهان رو میسازه، این کیفیت دیدن ما. مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم دنیا کبودت مینمود. رنگ در شعر سهراب یه نماد زندگی و شادی و معنا و حسه. وقتی میگه مرگ رنگ یعنی زوال زیبایی، زندگی، معنا. دوره تردید خاموش و گمگشتگی سهرابه. رنگ نماد زندگیه، نماد امید، تراوت، جریان طبیعی هستی. مرگ رنگ نشونه ناامیدی و پوچی و گسست انسان از جهان طبیعی و معنویه. اشاره به شب میکنه که در اون به جز سیاهی چیز دیگری دیده نمیشه. مرگ فیزیکی نیست، بلکه یه حالت ذهنی فلسفی داره. انگار جهان از معنا تهی شده، ارتباط انسان با طبیعت و زیبایی قطع شده و ادراک رنگ ها دیگه کار نمیکنه. رنگی کنار شب بی حرف مرده است. شب اینجا فقط زمان نیست، یه حالت روحیه، جهانی که زنده نیست و هیچ نشونی از تراوت و زندگی در اون دیده نمیشه. نبود رنگ همون مرگ رنگه و سیاهی معادل بیرنگیه. در سیاهی شب هیچ رنگی دیده نمیشه. عواملی که باعث شده سهرابی که این شعر رو گفته بعداً صدای پای آبو میگه که هر دو شعر از سهرابن اما دو تا دنیای متفاوت دارن. در صدای پای آب در حرکت، طبیعت زنده است، طبیعت در جریانه. انسان به یه جهانی وصل شده، ولی تو این مرگ رنگ جهان هست ولی دیده نمیشه. در صدای پای آب جهان هست و اگه ببینی زنده و روشن میشه. اگه ببینی. عواملی که باعث شد نگرش سهراب تغییر کنه از این مرگ رنگ تا اون صدای پای آب، یکیش تجربه نقاشی و نگاه تصویری در نقاشیه که در نقاشی جهان باید دیده بشه. با نقاشی جهان رو به یکی معرفی میکنه. یکی از عللش سفر به شرق، به هند، به ژاپن و آشناییش با عرفان شرقی که در اونها با بودیسم، با زن، سادگی و سکوت آگاهانه، با اینا آشنا شد و فهمید که سکوت همیشه مرگ نیست، میتونه آگاهی باشه. و تغییر نگاهش به طبیعت که در دوره بعد تبدیل به موجود زنده میشه این طبیعت و هم صحبت میشه باهاش. آب فقط آب نیست، آب جریان زندگیه.
درخت حضور آگاه طبیعته. درخت حضور آگاهی طبیعته تو شعرهای بعدی. و تحول در نگاه انسان که بخشی از طبیعته و تنهایی یعنی آرامش فردی، نه بحران. این تنهایی خیلی عالیه وقتی به آرامش میرسی باهاش. شب رو به مرغ سیاه تشبیه کرده که از راههای دور اومده و سکوت و بی‌معنایی اونقدر سنگینه که زیبایی هم در اون خاموش میشه. مرغ غم‌پرسته. سهراب از نبود آگاهی زنده حرف میزنه. انسان هست اما حس کردن نداره. طبیعت هست اما دیده نمیشه. مثل یه وضعیت ذهنی، مثل افسردگی فلسفی و بی‌معنایی و قطع ارتباط انسان با طبیعت و حسه. در ذهن این مرغی که مانند جغدی روی شکست رنگ نشسته چی میگذره؟ مرغ سیاه شب در سیاهی کمین کرده و مثل جغد منتظره که به محض سر برآوردن و جنبیدن رنگی اونو مثل طعمه‌ای شکار کنه و به کام سیاهی بکشه. خود زمین هم که باید به فکر رویش گلها و رنگها باشه حتی رویای اونو از یاد برده. سهراب از تغییر جهان حرف نمیزنه، از تغییر نگاه انسان به جهان داره حرف میزنه. میدونیم که بعداً میگه چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. در مرگ رنگ دیدن بیمار شده و جهان مرده به نظر میاد. در صدای پای آب دیدن بیدار شده و جهان زنده دیده میشه. مرگ رنگ فقط یه شعر نیست بلکه مربوط به یه مرحله فکری از زندگی سهرابه که هنوز سهراب به اون نگاه آروم و روشن خودش نرسیده و مشکل اصلی خود جهان نیست بلکه نوع نگاه و تجربه انسانه. سهراب بعداً به نگاهی پر از پذیرش و آگاهی میرسه. جهان عوض نمیشه، جهان همون جهانه، فقط نگاه سهراب عوض میشه. پس ما میتونیم نگاهمون رو عوض کنیم. در این شعر نگاه سهراب تار جهان مرده است ولی بعدها نگاهش روشن میشه و جهان زنده دیده میشه. یک دفعه لحن سهراب تغییر کرده، انگار داره از زبان یه عابری که این شعر و حرفها رو گفته داره میگه. بی حرف یعنی بدون گله و شکایت باید از این راه گذشت، بی حرف باید از خم این ره عبور کرد. اون در پی رنگه ولی زورش به شب نمیرسه و ناچار تسلیم میشه. اونم میخواد که مثل این سرزمین خودشو به بیخیالی و بیرویایی بزنه. جهان وقتی از حس، توجه و حضور ذهن خالی میشه رنگ ها میمیرن، انگار صداها خاموش میشن و زندگی تبدیل به سکوتی سنگین میشه. و سهراب به خوبی از این مرحله عبور خواهد کرد و خواهیم دید. دریا و مرد. تنها و روی ساحل مردی به راه می گذرد، نزدیک پای او دریا همه صدا. شب گیج در تلاطم امواج، باد هراس پیکر رو می کند به ساحل و در چشمهای مرد نقش خطر را پررنگ می کند انگار. هی می زند که مرد کجا می روی کجا؟ و مرد می رود به ره خویش. و باد سرگردان هی می زند دوباره کجا می روی؟ و مرد می رود و باد همچنان. امواج بی امان از راه می رسند، لبریز از غرور تهاجم موجی پر از نهیب ره می کشد به ساحل و می بلعد یک سایه را که برده شب از پیکرش شکیب. دریا همه صدا، شب گیج در تلاطم امواج، باد هراس پیکر
رو می کند به ساحل و شعر دریا و مرد فضایی نمادین داره، سرشار از اضطراب، تقابل همیشگی و عمیق بین انسان در راه و نیروهای بازدارنده پیرامون رو داره به تصویر میکشه. مرد نماد انسان هدفمنده، انسان ثابت قدم و پویایی که علیرغم ترس و تهدیدهای محیط به مسیرش ادامه میده و تسلیم نمیشه. انسانی که از جهان جدا شده و به نقطه‌ای رسیده که با خودش و جهان روبرو بشه. دریا نمادی از خروش، نمادی از ابهام، دنیای پر از تلاطم و غرور و شب و باد هراس انگیز رو داریم که نماد ترس و افکار منفی، عوامل بازدارنده‌ای که سعی دارن انسان رو از حرکت باز بدارن، جلوشو بگیرن و دچار تردیدش کنن. پایداری در مسیر پیام این شعره. اراده استوار انسان در برابر موانع، مدام از خطر حرف میزنه و میپرسه کجا میری، ولی مرد به راهش ادامه میده و توجهی به این هیاهو نمیکنه. اواخر شعر داره راجع به مرگ و نیستی حرف میزنه، امواجی که لبریز از جبرهای طبیعی هستن و در نهایت سایه را میبلعن. یعنی اون چیزهای طبیعی، گذر زمان و سرانجام مرگ رو داره به تصویر میکشه. این شعر تقابل زندگی یعنی حرکت مرگ و دریا و امواج بلعنده با هم در تقابلن. در شعرهای سپهری معمولا دریا نماده و چند تا معنا داره. همیشه دریا رو نماد گرفته. نماد بی نهایت و گسترده هستی بی انتهاست، ناشناخته ها و راز زندگیه، جریان دائمی زمان و تغییر زندگیه. اینها نمادهایی هستند که از دریا به ما میرسونه. در نگاه فلسفی دریا فقط طبیعت نیست، هستیه. در نگاه عرفانی ولی دریا وجود بی‌مرز، هستی مطلقه که چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست. تنها و روی ساحل تصویر اصلی ساخته میشه همینجا، همین اول شعر. تنهاست و کنار دریاست. تنهایی فقط نبود آدما نیست، بلکه یه حالت ذهنیه، فاصله گرفتن از شلوغی زندگیه و قرار گرفتن در سکوتیه که آدم مجبور میشه با خودش روبرو بشه. مرد تنها میتونه انسان سالک باشه، کسی که از شلوغی دنیا فاصله گرفته و داره وارد مرحله تماشا میشه. بین دریا و خشکی یه مرزی هست که همون ساحله. ساحل در شعر سهراب مرز بین شناخته و ناشناخته است. خشکی یعنی زندگی روزمره و ذهنی و قابل کنترل. دریا یعنی عمق و بیقراری و راز. سهراب با کلمه نقاشی میکنه. طبیعت جون داره و با زبان خودش حرف میزنه. مرد خاصی نیست، هر انسانی میتونه باشه و دیدن خودش رو داره، انگار که نه داستانی هست، نه حادثه‌ای هست، نه اوج و فرودی، فقط دیدن خودش داره این اتفاق میفته. حرکت ذهنی اتفاق میفته و مرد به دریا نگاه میکنه، اما در واقع داره به درون خودش نگاه میکنه. از نظر سهراب طبیعت آینه درون انسانه. در این شعر تنهایی آدم رو میبینیم، نه افسردگی رو. یه سکوت مراقبه طور رو داریم و حسی که پذیرش جهان همونطور که هست رو نشون میده. سهراب قضاوت نمیکنه.
نمیگه دریا خوبه یا بده، تنهایی بده یا خوبه، فقط اون چیزی که هست رو نشون میده و همین باعث میشه که شعرش مثل مراقبه باشه. انسان وقتی تنها میشه در برابر طبیعت قرار میگیره و از مرزهای روزمرگی عبور میکنه و به یه نوع آگاهی آرومی میرسه. شعر سهراب خط داستانی نداره، بیشتر شبیه حرکت دوربین روی یه صحنه است. ذهن مرد از دنیای محدود خودش به یه فضای نامحدود کشیده میشه. شب گیج در تلاطم امواج. این لحظه مهمه، لحظه‌ای که نقش خطر را پررنگ میکنه، چون خروج از اون من فردی سهرابه. مرز بین بیرون و درون این مرد حل میشه. خیلی آروم و تدریجی نگاه مرد به دریا تبدیل به نگاهش به درون خودش میشه و مرد میرود. دریا ناخودآگاه یا جهان بزرگ درون مرد هم میتونه باشه. انگار دریا داره وارد ذهن مرد میشه. امواج بی امان از راه میرسند و ذهن مرد شبیه دریا میشه. چطور میشه حالا؟ موجدار میشه ذهنش، بی مرز میشه، آروم و ناآروم میشه همزمان، مثل موج دریا. در نگاه روانکاوانه دریا داخل ذهنه و ناخودآگاهه، جایی پر از احساسات، خاطرات، ترس‌ها و شهودها و مرد خود اون خودآگاهی انسانه. منطقی، جدا کننده است، تحلیلگره و حتی وقتی مرد با دریا روبرو میشه این مرز شروع میکنه به شل شدن. حرکت دریا و موجها رو میبینیم، هیجانها و افکار بی‌وقفه است و احساسات کنترل شده و تغییرات درونیه. موجی پر از نهیب ره میکشد به ساحل و میبلعد یک سایه را که برده شب از پیکرش شکیب. در آخر شعر سکوت حاکم میشه، سکوتی که ترسناک نیست دیگه، پوچ و تو خالی نیست، بلکه یه آرامش آگاهانه است. مرد دیگه ناظر میشه، تماشاچی میشه. آلن دوباتن در باره ذهن آگاهی میگه اگه میخواین ذهن آگاه بشین باید ناظر و تماشاچی کارهای خودتون باشین. مثلا دارین ظرف میشورین، خودتون رو ببینید که دارید این کار رو میکنید، عین کسی که از بیرون نگاه میکنه. در شعر مولوی انسان مسافر جهانه و جهان راهه، مقصد رسیدن به حقیقت الهیه. ولی در شعر سهراب مقصد مشخصی وجود نداره، اصلا رسیدن مهم نیست، دیدن مهمه و دریا خود حضوره، نمیخواد به اون سوی جهان بره، همینجا مونده و عمیق نگاه میکنه. سپهری با زن آشنا بوده، به هند و ژاپن رفته بوده و نگاه زن دیدن بدون قضاوته و حقیقت همین لحظه است. گذشته خاطره شده، آینده خیالی که هنوز وجود نداره. سکوت یعنی توقف تحلیل ذهن و خاموش شدن گفتگوی درونی. مرد به تماشاچی شدن میرسه، فقط مشاهده میکنه، نه قضاوت میکنه، نه چیز دیگه ای. در نهایت شعر میخواد بگه که وقتی انسان بتونه از شلوغی جهان فاصله بگیره با یه سکوت بزرگ روبرو میشه و خودشو بخشی از طبیعت میبینه، نه جدا از طبیعت. توی شعر کلاسیک دریا نماد هیبت و خطر و عظمت بیرونیه و انسان در برابرش کوچیک و ناتوانه، یا باید ازش عبور کنه یا در اون محو بشه. ولی توی شعر سهراب دریا دشمن یا مقصد نیست، رابطه ترس نیست، بلکه
تماشا و همنشینی انسان در دل طبیعت، نه در مقابل طبیعت. در پایان شعر ذهن از حالت کنترل و شلوغی بیرونی فاصله میگیره و وارد یه سکوتی میشه که انسان خودشو نه جدا بلکه بخشی از یک کل بزرگتر تجربه میکنه و به یک پارچگی ذهن اینتگریشن میرسه یا آگاهی عمیق، مایندفولنس رو میخواد بگه. از نگاه عرفانی انسان در آستانه یکی شدن با هستیه. از نگاه روانشناسی ذهن در آستانه آشتی با ناخودآگاه خودشه. انسانی در سکوت طبیعت از حالت فکر کردن بیرون میاد و فقط بودن رو تجربه میکنه. در روانشناسی میگیم رنج انسان از جنگیدن با تجربه ها میاد، نه از خود تجربه ها. وقتی بخوایم با تجربه ها بجنگیم رنج میبریم. تجربه ها رو باید ببینیم و بیاموزیم و ازشون بگذریم، عبور کنیم.